وای منو نکش نه. حرف آخر تو رو تو خدا بزن. یکی نجاتم بده. وای آقا مرسی شما نجاتم دادی. قابلی نداشت. صبر کن نرو میخوام اسم تو بدونم. من نمیتونم اسممو بهت بگم. خواهش میکنم بگو، من باید بدونم زندگیمو مدیون کیم. باشه میگم، فقط این باید یه راز بمونه. من آدم رازداریم، فقط یه اسم بهم بگو. به من میگن بتمنی، دل نمیدم سرسری، با لباسای سرسریم دل میبرم از هر کسی. من اینجوریم و هیچ کسی نمیرسه به من از بری. بتمنم و داش علی. اسمت چی بود؟ بتمنی. بتمنی جون. بله. بتمنی جون. وای بله. رفت باباشو اوورد. ببخشید غلط کردم، دور خدا. یکی کمکم کنه. هیچکی نیست کمکت کنه. یا خدا. وای خدا رو شکر بتمن بیا کمکم کن. من نمیتونم. یعنی چی تو بتمنی باید کمکم کنی؟ فقط یه باید برای بتمن وجود داره. اون چه بایدیه؟ بتمن ها باید برقصن. 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 ای بهار آرزو، شب که میام به کوچت وای داد میزنی. ای وای ای وای ای وای. منم دارم میرقصم. داداش به نظرم کیفتو بده، این بد دیوونه است. آره داداش بیا ببخشید معطل شدی، خیلی دیوونه. منم دارم میرقصم. با تو چرا هر سری فقط منو خفت حرف میکنی؟ نزن، هرچی داری رد کن بیا. ولم کن. یار من بتمن بی وفا شد و رفت به یکی یار دیگه. داداش شکست عشقی خوردی. داداش تو رو خدا پولاتو بده، حال و حوصله دل منو تنها گذاشت، رفت به یه دلدار دیگه. داداش فکر نکنم این کمکت کنم. سلام آقا، ببخشید این آدرس کجا؟ آقای بتمن سلام، من شما رو خیلی خانم دوست بتمن دارم. اصلا با دخترها کاری نداره، لطفا گوخوریش به تو نیومده. دو چشمان سیاحت کافرم کرد، لب پرخنده ات از دل درم کرد. شنیدم امشبم خوابت نبرده، فدای آن دو چشمانت بگرده. سبز کشمیر ما، چشمای تو زنجیر ما. یا مرا ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. یا مرا ببر به خونتون یا بیا به. داداش ریتمه تموم شد، بی زحمت این کیفه رو ول میکنی من برم. بیا داداش. بتمنا هم حول شدن. گوخوریش به تو نیومده. داداش آدم دیگه ای نیست زره نه؟ نزن، هرچی داری رد کن داداش من بیا. لخت اومدم تو خیابون، چیزی ندارم بهت بگم بدم. بده، هرچی داری رد کن بیا. بتمن اومد اسکل. بتمن بیا کمک کن. داداش من خودمو کاری ندارم، هر سری خفتت میکنم. این کوچه دیگه بلد نیست برم اونجا مراقبت در کنه. بابا دنیا یالاند دنیا. بابا این باز حالش بعد دیگه کسی کمک تو نمیکنه. رو خدا یه چیزی بده برم بابا. هرچی بود تو راهت بغل کردی. بچه بگو بازم غلط کرده. آقا من غلط کردم آقا ببخشید. سلام، خسته نباشید. وقتی این آدرس میدونین که باز بتمنی که سلام خانم بتمن. خیلی عجیبی که شما فقط تو این کوچه گم میشی. دوبار گوخورش به تو نیومده. داداش دستت هرز شده ها. یه شب تیره، این دختر توی کوچه گیره. پدر بزرگم هم یکم پیره. داداش این آدرس خونمونه، خواستی خفتمون کنی بیا خونمون، این بد واقعا حوله. چی شد؟ من دوست دارم زندگی را. وای دوست دارم زندگی را. داداش من کاری ندارم، ما بتمن خیلی سیاهه، چرا اینقدر دختر رو دوستش دارم؟ بابا اینقدر نزن دیگه. شب ماشین کجا پیدا کنم؟ آها آنتن دارم، میتونم اسنپ بگیرم. بس اسنپ بگیرم. تو رو خدا قبول کن، تو رو خدا قبول کن. قبول کرد. ماشینش چیه؟ چرا داره اینجوری میشه؟ درست شو. وای من الان کجا بدونم ماشین یارو چی آخه؟ به تو زندگی نداری بغل من هی زوزه میکشی؟ داداش گرگ زوزه میکشه دیگه، ماه کامله چیکار کنم؟ برو اعصاب ندارم، میذارم لهت میکنم. انشالله یه گرگ بیاد دنبالت. دلابو چی هستی؟ یه نور دارم میبینم، فکر کنم یه ماشین داره میاد، خدا کنه خودش باشه. این چه ماشین عجیبیه. یا خدا. آقا مدل ماشینتون چیه؟ آخه ماشینتون خیلی عجیب و سیاهه. اسم ماشین یه چیز شخصیه. یعنی چی شخصیه؟ مگه شما اسنپ نیستی؟ اسنپ هم، ولی اسم ماشینم باید یه راز بمونه. من آدم رازداریم، فقط یه اسم بهم بگو. به ماشینم میگن
بتموبیل ماشین بتموبیل من نه بوق داره نه صندلی ماشین بتموبیل من ارزون و بی معطلی بتمنی دیدم خجالت لت میکشی وایسا من الان فهمیدم ماشینت بوق صندلی نداره. الان داره جدی میگی؟ برو آقا من الان زنگ میزنم شکایت میکنم استمپ ازت. داداش ماشین سوپر اسپورت چی داره میگی؟ الو پشتیبانی استمپ. بابا اون فقط یه آهنگ یا بود. آقای سیاهی اومده ماشینش نه بوق داره نه صندلی. داداش ماشین من لیمیتد ادیشن شوخی بود. لطفاً سری ماشینامو جایگزین کن. نکن آقا. من این موقعش داداش من میگم بیا سنگ کاغذ قیچی کنیم، هر کی برد اون یکی رو خف میکنه. باشه قبول بیا. بریم. سنگ کاغذ قیچی. این چیه؟ این انگشت همه چی رو میبره. بابا جرزنی نکن دیگه. بتمن بیا کمکم کن. بابا اگه گذاشتی 2 دقیقه ما بازی تو کنیم. که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. داداش من هیچ وقت نفهمیدم تو که چش کجا اینجا میشه تو که چش نگاه کن. میدونستی یا نه؟ ببین ولنتاین داره کدومن میاد. خب پس اون دختر آدرسیه چی شد؟ بله ببخشید بفهم. چیزی از دختر آدرسیه بگیم پارتون میکنه. سلام. چشای وجه پلنگش، خندگی ماه و قشنگش، پای موهای خورمای رنگش، دلمو برده به جنگش، وای دلمو برده به جنگش، وای کادو ولنتاینو باز کن، بادی کیراتو نگاه کن، نگو قابل ندونستی. داداش میدونستی تو این آهنگ نمیگه چشای بچه پلنگه وجه پلنگش؟ نه بابا جدی میگی؟ واو این تیکه آزاد صمدی نبود؟ بابا نه دیگه. لا 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 لا. داداش حالا میذاری من خفتت کنم؟ بابا چیزی نداره. بابا من انگشت آوردم یعنی چی؟ خدا به دادم پدر برسه. جان چی شده چرا اینقدر ناراحتی؟ پسرم حاج خانومو گم کردم پیداش نمیکنم. آخه خب مشخصات حاج خانومو بگیم پدر جان. حاج خانومم یه کمی فراموشی داره، یه چادر گلی داره، نمیدونی چه استیلی داره. حاج خانوممو ندیدی؟ نه ندیدم. یه دماغ گردالو داره، لپ مثل هلو داره، یه شوهر اکبری داره. حاج خانوممو ندیدی؟ نه ندیدم. اگه دیدینش بهش Sorry. Who is this آقاسه؟ خانم ما آلمانی بلد نیست. دهنتو ببند. وای چه خدای شای بلوی وای که چی بروی وای لحظتم خارجیه معلوم نیست چی میگوی یا عشقی پیر مدوی. حاج آقا ببین مشخصات حاج خانومی که بهت دادم همچین چیزی دیدی بکشش. بابا حاجی دختره آلمانی زبونشو بابا نمیفهمی. مهم نیست، میرم پیش پوریا خانی اول زبان یاد میگیرم بعدش هم مهاجرت میکنم میرم آلمان. ایچلی بدید. بابا حاج خانوم چی میشه؟ سلام داداش شما سبزی هم داری؟ سلام عزیزم. آره به به بازار باشه. عمو سبزی فروش. بله کار حضوریه. بله خنده هاش زوریه. بله عمو سبزی فروش. بله. آیفون هم داری؟ بله آنتن هم داری؟ بله عمو سبزی فروش. بله شما قنچم داری؟ بله پکی صدم داری؟ بله عمو سبزی فروش. بله شما ستیو داری؟ بله ایندیکم داری؟ بله عمو سبزی فروش. بله شما بو خوب میدی؟ بله عطر جاوم داری؟ اونم بله عمو سبزی فروش. بله شنبت خالیه؟ بله تولید داخلیه؟ بله عمو سبزی فروش. بله من پلیس بودم. بله تیپ 6 بودم. بله عمو سبزی فروش. بله الان شرمنده ای؟ بله سر افکنده ای؟ بله عمو سبزی فروش. بله حواست به منه؟ بله گوشهات با منه؟ بله عمو سبزی فروش. بله میای بریم با هم؟ نه خیر دستگیرت کنم؟ نه قربونت خیر. برم. تو رو اب نداره. خدا. میدونستم فکر کردی ببخشید. آهنگ معمولی. بیا غلط کردم. بیا عزیز. نمیخوام. واقعا دیگه جنوب خیلی گرم شده. بذار یه ماشین بگیرم برم شیراز، هم هواش خنک‌تره هم ایرانو میبینم. بذار اسنپ بین شهری بگیرم. چرا اینقدر صدا میدی؟ بابا خب زودتر بگو. دست در نکنه. خب ماهی گنده تر دهنت ورم داری همین میشه راست دیگه. میگه. خداحافظ. کلاغ بود فکر مرغ دریایی. اسنپ پیدا شد. ماشین بتموبیل اسم یه چیز سیاه. این دیگه چه سمیه.
آقا خسته نباشید. ممنونم. جسارتا شما اسمتون یه چیزه، فامیلیتون سیاه؟ نه من کلن یه چیز میشه سیاه. بیشتر توضیح بدین یه چیز سیاه چیه؟ من متوجه نمیشم. سیاه بودن یه رازه. من آدم رازداریم، فقط یه اسم بهم بگو. موچی میخوری؟ وای موچی، بله مرسی. چرا اینقدر سفته؟ آره سفته ولی سیاه نرمه سیاه توبه سیاه نرمه سیاه توبه سیاه خیلی جونه سیاه مهربونه سیاه مال امانه سیاه زعفرانه سیاه نرمه سیاه توبه وایسا میگم برای چی موچی سفته؟ یعنی چی؟ خب برای آهنگه. تو نمیدونی موچی نقطه ضعف منه؟ داداش من اسنپم کافی شاپ سالا نیستم. نون سنگکای زندگیت بیاد شه. برای چی نون ما را آجر میکنی؟ موچیتم میخورم چشت در بابا موچی منو بده. اگه رپرها معلم بودن پارت اول. استاد آخه این اصلا نشدنیه. میخوام دو خط موازی به هم برسه. استاد نمیشه. من یه کاری میکنم دو تا بشه سه. استاد آخه اصلا خودم میدونم چقدر باهوش و پرم. دنیای خودم، قانون خودم. استاد ببخشید اونجا قرمز کاربرد نداره. میخوام آسمونو قرمز کنم دیگه، ولی آبی رو اونجا نزن استاد. خورشید و آبی. استاد دوباره میگین چی فرمودین؟ مثل مرگ معرفت، مردم مردن مرام و مورفین و مرد مست الکل. استاد تو رو خدا رو جرم، جنایت، جنگ، جراحت، توج جنون، جسارت. استاد خواهش میکنم. نون توی خونه نبود. واسه دوئل ولی خدا اونقدی بزرگ هست که جهانش تو بولد. تو از ایران قشنگم معجزه تری. وقتی صبح پا شدی جای اخباز مامانت ببینه صاف تخت ریخت و پاش نی.